ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظیم. خدمت همه سروران عزیز و بزرگوار صائمین ماه مبارک رمضان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاس گذاریم که برای من و شما توفیق عبادت و بندگی را ارزانی فرمود و الله سبحانه و تعالی این ماه مبارک رمضان و این فرصت عظیم و بزرگ را برای من و شما میسر گردانید و این ماهی که از هر خانه زمزمه قرآن، از هر مسجد زمزمه قرآن، در هر شهر زمزمه قرآن و در هر قریه زمزمه قرآن هست و می شود گفت رمضان بهار قرآن، بهاری که هیچ وقت خزان ندارد. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماه مبارک رمضان ماهی که در این ماه قرآن نازل شده. حالا در این ماه بدون شک نسبت به ماه‌های گذشته تلاوت قرآن و تدبر با قرآن و توجه به قرآن بیشتر هست. باید هم باشه. ماه نزول قرآن هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند جبرائیل همه ساله در رمضان می آمد و قرآن را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می خواند. در سال اخیر یک مرتبه با پیامبر خواند و یک مرتبه از پیامبر استماع کرد. ماه مبارک رمضان ماهی است که الله سبحانه و تعالی فرصت عظیم و بزرگی برای اهل قرآن عطا کرده که در این ماه تلاوت داشته باشند، تدبر داشته باشند به معانی قرآن، به معارف قرآن، به مسائل قرآن. بزرگان دین، سلف صالحین در ماه مبارک رمضان توجهشان به قرآن و به تلاوت قرآن بیشتر بود. علاقه سلفی که الله سبحانه و تعالی اونها را برای ما با عنوان قدوه و اسوه معرفی کرده. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین. امام مالک رحمه الله، امام دار الهجره، وقت رمضان داخل می شد چه کار می کردن؟ دروس حدیث ترک می کردن. الله اکبر. گوش کن ای خواهر مسلمان و ای برادر مسلمان. امام مالک رحمه الله رمضان داخل می شد دروس حدیث را ترک می کردن. چی می گفتن؟ می گفتن وقتی که من برای درس حدیث می دهم در آن وقت مشغول تلاوت قرآن می شوم. الله اکبر. آیا شده
برادر مسلمان، خواهر مسلمان، که در ابتدای رمضان یا همین اکنون الان که صدای مرا میشنوید، این وسایلی که ما را از خیلی چیزها باز داشته، این تواصلات اجتماعی، این مسائلی که مرتبط میشه به اینترنت، مسئله واتساپ و مسئله تلگرام و مسئله اینستاگرام و مسئله ایمو و فلان و فلان و فیسبوک و ده ها مسئله دیگر، ده ها وسیله دیگر، آیا شده که در این ماه مبارک رمضان اینها را کنار بگذارید و فقط وقت خود را به قرآن و تلاوت قرآن با تدبر به قرآن داده باشید؟ اگر کسی چنین کرده خوشا به حالش. امام مالک درس حدیث را ترک میکنه، درس حدیثی که او هم وحی خفی هست، درس حدیث را ترک میکنه، به جایش تلاوت قرآن میگذاره، خود را مشغول به قرآن میسازه. علاقه سلف را ببینید به تلاوت قرآن در ماه مبارک رمضان. سفیان ثوری رحمه الله، امام دیگر سفیان ثوری، میفرمایه وقت رمضان داخل میشه، از خیلی عباداتی که در غیر رمضان من انجام میدادم کم میکنم، از خیلی عبادات کم میکنم و خود را مشغول تلاوت قرآن میسازم. الله اکبر. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. از امام شافعی رحمه الله، از امام شافعی رحمه الله روایت شده که امام شافعی در ماه مبارک رمضان 60 مرتبه قرآن را تلاوت میکردن، ختم میکردن. حالا لحظه فکر بکن که چقدر وقت به قرآن میدادن. آیا کسی 60 مرتبه قرآن را تلاوت بکنه وقت به خواب میمانه؟ وقت به حرف زدن حرفهای بیهوده میمانه؟ وقت با نشستها و جلسات لهو و لعب، نعوذ بالله که امروز خیلی از کسان جلسات عجیب و غریب دارن و وقت به یک آیه قرآن نمیدن. امام شافعی کل وقت خود را صرف قرآن و تلاوت قرآن میکرد در ماه مبارک رمضان. از امام ابو حنیفه رحمه الله نقل شده که حتی از امام شافعی هم این قول روایت شده که در دهه اخیر ماه مبارک رمضان بعد از مغرب، یعنی وقتی که افطار میکردن، بعد از افطار تا نماز عشا قرآن را ختم میکردن. لا اله الا الله. چی ذوقی به تلاوت قرآن داشتن، چی شوقی به تلاوت قرآن داشتن، چی علاقه شدید به تلاوت قرآن داشتن. شاید خیلی کسانی باشه در ماه مبارک رمضان که از ابتدای رمضان تا انتهای رمضان یک بار هم قرآن را تلاوت نکنه. شاید کسانی باشه که 10 جز قرآن هم تلاوت نکرده باشه. عزیزان و بزرگواران، قرآن کتابی است که به خاطر هدایت ما آمده. تلاوتش اجره، نگاه کردن طرف قرآن اجره. محبت به قرآن دین، عقیده هست. میدانی این تجارت و این معامله تلاوت قرآن چی اندازه هست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند الصیام والقرآن، این روزه رمضان و این قرآن یشفعان للعبد یوم القیامه، اینها شفیع میشن برای بنده در روز قیامت.
در روایت دیگر میاره اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. تلاوت کنید قرآن را، بخوانید قرآن را، که این قرآن هست که در روز قیامت شفیع می شود برای صاحب خود. خواهر مسلمان، برادر مسلمان، رمضان ماه نزول قرآن هست، ماه بهار قرآن هست. رسول الله می فرمایند الصیام و القرآن یشفعان للعبد. اینها شفیع میشن در روز قیامت. این روزه میآیه به پیشگاه الله سبحانه و تعالی، در آن روزی که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی، در آن روزی که هیچ چیزی به درد انسان نمیخوره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. هیچ چیزی به درد نمیخوره. روزه میآیه یا الله این به فرمان تو روزه گرفته بود، این به فرمان تو این عبادت را انجام داد، از همه خوردنی ها و نوشیدنی ها و لذت های دنیا دست کشیده بود به خاطر تو، من امروز شفیع این میشم. قرآن میآیه که یا الله همه خواب بودن این مرا تلاوت میکرد، همه دنبال هوا و هوس بودن این مرا تلاوت میکرد، همه بالاخره از من غافل بودن این مرا با تفکر و تدبر مرا تلاوت میکرد. یا الله من امروز شفیع این هستم. خواهر مسلمان، برادر مسلمان، چه کسی دوست نداره که در آن روز برای انسان یک وسیله نجات پیدا بشه؟ همه ما دوست داریم، همه ما دوست داریم. فکر بکن در یک دشت سوزان، بدون آب، بدون امکانات، در دشت سوزان انسان برابر میشه، هر طرفش وحشت باشه. اگر در آن لحظه یک وسیله نجاتی بیایه و او را برداره، چقدر انسان خوشحالی میکنه. در حشر، در آن روز سخت، تو پریشانی و نگرانی که روزه رمضان میآیه از تو دفاع میکنه، قرآن میآیه از تو دفاع میکنه. یا الله، یا الله، این روزه رمضان و این قرآن را تو شفیع همه ما بگردان، شفیع همه ما داشته باش. تلاوت قرآن چقدر پاداش داره؟ پاداش این که ما میخوانیم قرآن را، روز یک جز قرآن، روز یک صفحه، روز یک صفحه قرآن. هر کس نظر به تلاش، نظر به جهد، نظر به ذوق و به شوق. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند، عبدالله ابن مسعود روایت میکنه، من قرأ حرفا من کتاب الله، کسی که بخوانه یک حرف از کلام پروردگار، فله حسنه، برای حسنه هست، والحسنه بعشر امثالها، یک حسنه تبدیل به 10 حسنه هست. لا اقول الف لام میم حرف، لا اقول، نمیگم که الف لام میم یک حرف هست، ولكن الف حرف واللام حرف والمیم حرف. الله اکبر. ای مسلمان، به مجردی که میگی الف لام میم، 3 حرفه، الف لام میم. با گفتن الف لام میم الله سبحانه و تعالی برای تو 30 حسنه میده. آیا میتونی حساب بکنی؟ آیا میتونی ضرب و جمع داشته باشی؟ با این که تلاوت میکنی ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الى آخر قرآن. حساب بکن که چقدر حرف میشه و این هر حرف 10 حسنه هست. رحمت الله را نشان میده. چقدر ما غافل ماندیم
از این دریای بیکران رحمت پروردگار عالم چقدر محروم ماندیم، چقدر به فایده دنیوی خود شهرها را طی می‌کنیم، زحمت‌های شبانه روزی می‌کشیم، خستگی‌های عجیب و غریب را تحمل می‌کنیم به خاطر 4 روپیه دنیا. اما این تجارتی که با الله هست، هر حرف 10 حسنه. ای انسان لحظه به فکر بیا و متوجه رحمت پروردگار باش. همچنین ارتباط به اهل قرآن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند در روز قیامت گفته میشه یقال لصاحب القرآن، برای کسی که قرآن را تلاوت کرده در دنیا گفته میشه اقرأ ورقع، یا روایت دیگر آمده اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. الله اکبر. هر قدر که در دنیا قرآن خواندی، در آخرت برایت گفته میشه بخوان، در هر آیه مقام تو بلند میره، درجه تو بالا میره، درجات جنت. الله اکبر. اما کسانی که از این نعمت عظیم و بزرگ محرومن، قرآن نمیخوانند، وقت به قرآن نمیدهند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند همانا کسی که در دلش چیزی از قرآن نیست، از قرآن هیچ چیزی نمیدانه، قلبش مثل خانه ویران هست. فکری که در آن قرآن نبود فکر ویران هست، اندیشه‌ای که در آن قرآن نبود اندیشه فرسوده و ویران هست، زندگی که در آن قرآن نبود زندگی ویران و فرسوده هست. خواهر مسلمان و برادر مسلمان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر می‌فرمایند ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین ويضع به آخرین. چه بسا کسانی هستند که به وسیله قرآن سربلند میشوند. قرآن رو بخوان، با قرآن عمل کن، سربلند میشی. هر قدر با قرآن انس داشته باشی و معرفت داشته باشی مقام تو میره بالا، چون سر و کار تو با کتاب عظیم و بزرگ هست. هر کس با کسی هم نشین داشته باشه به اندازه همان مقام و ارزشش معلوم میشه. هم نشینی با قرآن تو را عزت میده. اما اگر از قرآن دور شدی، اگر قرآن را کنار گذاشتی، اگر در زندگی تو قرآن پیاده نبود، و یضع به آخرین، قرآن به زمین میزنه. اگر ابوبکر شد، او را قرآن ساخت، فوز و فلاح و رستگاری نصیبش شد. اگر ابو جهل به زمین خورد، چون پشت به قرآن کرد و متوجه قرآن نشد. پس بناهن برادران عزیز و گرامی، خواهران با عزت و با عفت و پاک دامن، صائمین ماه مبارک رمضان، متوجه باشید قرآن کلام پروردگار است. تا قیامت گر بگویم زین کلام، 100 قیامت بگذرد و ناتمام. نمیشه وصف قرآن را با این چند لحظه و با این برنامه موجز و خلاصه بیان کرد. کوشش نماییم هر کدام ما تا تقسیم اوقات درست داشته باشیم در این ماه مبارک رمضان. چی وقت تلاوت کنیم، چی وقت
با قرآن تدبر و تفکر داشته باشیم، چی وقت ترجمه و تفسیر قرآن رو بخوانیم و چی وقت بعضی از سور قرآن رو حفظ کنیم، تقسیم اوقات بگذاریم. بعد از نماز صبح تلاوت، بعد از نماز ظهر تدبر، بعد از نماز عصر معنا و مفهوم قرآن را دانستن، وقت سحر حفظ قرآن، بعضی از سور قرآن. الله سبحانه و تعالی همه ما را عامل به قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم داشته باشه. الله بر ما توفیق بده که چنان خود را به قرآن آشنا بسازیم که این قرآن در حشر بیایه دست من و تو مسلمان بگیره. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان. ای رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. رمضان